در تلویزیون تماشا کردیم برنامه پیوند را و در آنجا یک شخص درباره زردشت صحبت میکرد و در سخنهایش میگفت که زردشت پیامبر است و پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم خود با پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم افتخار میکرد که در دوره انوشیروان تولد شده است. و باز این مرد در سخنرانیش میگفت که زردشت گفته است که دوزخ وجود ندارد. حتی در این برنامه برادری که برندگی میکرد در اولی سخنرانیش خب میگوید که ما مسلمانیم. وقتی که این شخص درباره زردشت سخن میکرد و این برنده در آخر برنامه میگفت که کسی که به زردشت سنگ بزند و یک کار کفر کرده است. دوستان عزیز، به خدا سوگند که من این مکتوب را با یگان فکری غرض ننوشتم، بلکه برای فهمیدن خودم آیا سخنهای اینا حقیقت دارد یا نه. التماس فهمانید یک گروه مخلصان شما. این خیلی است که دادر عزیز نابسته و زردشت است، نابسته و از این ملت ما هست.